سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو اومدم بهتون یاد بدم که چطوری شما میتونین چاقو کارامبیتو به ساده ترین روش ها بگیرید. خب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون ویدیو لایک کنید و ما رو دنبال کنید یا همون دکمه سابسکرایب رو بزنید و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب ببینید بچه‌ها، دو تا روش وجود داره. روش اولش خیلی آسونه. ببینید اینجا رو میبینید، اینجا که دارم بهتون نشون میدم بخش ایونت هست. ایونت روش میزنید، بعد میایید رو بخش سومی، بعد این میزنید. نگاه کنید این که شکلی گانه روش میزنید. بعد اینجا میبینید اینجا چاقو کارامبیته. بعد شما برای اینکه بگیرینش باید اینقدر بازی کنید که بعد اینو بهتون بده. یعنی مثلا یه گزینه زرد رون میزنید، بعد رو این میزنید، بعد که میای بیرون رو این بخش نامه ها میزنید که شکل این نامه است، بعد میگیرین چاقو کارامبیتو. روش دوم خیلی آسونه. میایین تو بخش مولتی یا بتل، هیچ فرقی نداره، رو لوداتتون میزنید، رو این چاقو میاد، رو این چاقو و این رو میزنید، این که در نشون و بعد این زره پایین رو میزنید. و حالا اینجا یه چاقو کارامبیت دیگه هم هست که شما باید بخرینش. یعنی مثلا باید 30 بدید تا اینو بخرید، باید 3000 تا بدید تا اینو بخرید. من خودم 3000 تا ندارم ولی نزدیک 3000 تا بودم که خودم با روش اول این یکی چاقو کارامبیتو به دست آوردم. حالا شما دلخواهی میتونید مثلا اون یکی چاقو کارامبیتو به دستم. مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردین. ممنونشون میدم ویدیو رو لایک کنید و اون دکمه سابسکرایب یا همون دنبال کردن رو بزنید و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.